یک بار دیگه به همه شما عزیزان خوش آمد میگم و تبریک میگم دوباره به شما عزیزانی که امروز تمیز گرفتین. واقعا خدا رو شکر برای این اتفاق مبارک و نیکو. و همچنین سلام میکنم به عزیزانی که از طریق آنلاین با ما الان هستن و خیلی خیلی به شما هم خوش آمد میگم و خدا رو شکر میکنیم برای شما عزیزانی که از این طریق با ما هستید. راه های خدا خیلی متفاوت هستش و اگر شاید در جاهایی هستن عزیزان ما، اگر در ایران هستن یا حتی در همین ترکیه هستن که شاید تنها هستن و کلیسایی رو ندارن، ولی خدا رو شکر میکنیم برای این امکاناتی که وجود داره و میتونن از این طریق با ما باشن. میخوایم یک چند لحظه رو ساکت باشیم و اجازه بدیم که صدایی که در درون ما هستش خاموش بشه. اون چیزایی که از هفته گذشته به امروز اومده و نگرانی ها و اون مشغله هایی که داشتیم و امروز بذاریم پشت سرمون و بگیم که خدایا شکرت میکنیم که تو الان اینجا حاضر هستی، حضور تو اینجاست. شکرگزاری میکنیم نه اینکه چون ما کامل هستیم و یا یه حال هوای خاصی رو ایجاد کرده. خدا رو شکر میکنیم که خداوند ما زنده هستش و اینجا هستش و اون کامل هستش، او امین هست، او عادل هست. خدا رو شکر. کلام خداوند در مزمور 103 میگه ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هیچ یک از همه احسانهایش را فراموش مکن که همه گناهانت را می آمرزد و همه بیماریهایت را شفا می بخشد، که حیات تو را از حاویه فدیه می دهد و تاج محبت و رحمت را بر سرت می نهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا همچون عقاب جوانی تو تازه شود. خداوند عدل و انصاف را برای همه مظلومان به جا می آورد. آمین. قبل از اینکه روی سخنم به شما عزیزان باشه به خودم هستش و البته شما هم میتونید به خودتون بگید که ای جان من، اگر امروز خسته‌ای، اگر امروز دلگیری، اگر هفته سنگینی رو پشت سرت گذاشتی، خداوند را متبارک بخوان. آمین. نه چون همه چیز مرتبه، بلکه چون اون قادره، اون حضور داره و اون زنده هستش. آمین. میتونیم سر پا بایستیم و شکرگزاری کنیم. چقدر خوبه که در حضور خداوند بایستیم. واقعا خدایی که خدای زنده هستش. من میخوام یک مزمور بخونم که شاید بعضی از ما میگیم که یعنی چی که به خدا پناه ببریم، یعنی چی، مگه خدایی هست؟ ولی این قسمت کلام خداوند خیلی باعث دلگرمی برای ما هستش. میگه در خداوند پناه گرفتم، پس چگونه به جان من میگویید همچون پرنده به کوه خود ببرید. زیرا آن شریران کمان را میکشند و تیر را بر ذهن نهادند تا در تاریکی بر راستلان بیاندازند. زیرا چون ارکان منهدم میگردند پارسا چه میتواند کرد؟ خداوند در معبد مقدس خویش است. خداوند بر تخت خود در آسمان است. چشمان او مینگرد. واقعا تو هر وضعیت که چه کشور ما چه حتی خود ما هستیم، خداوند مینگرد. چشمان خداوند مینگرد. پلک‌های او بنی آدم را میآزماید. خداوند پارسا و شریر را میآزماید. جان او بیزار است از آن که خشونت را دوست می‌دارد. در شریران اخگرهای افروخته خواهد بارانید. سهم پیاله آنها گوگرد گداخته و باد سوزان خواهد بود. زیرا خداوند عادل است. او اعمال پارسایانه را دوست می‌دارد. صالحان روی او را نظاره خواهند کرد. آمین. چند لحظه در حضور خداوند سرمایه خودمون رو خم کنیم و شکرگزاری کنیم. خدایی که بر تخت خودش هست،
خدایی که چشمانش بینگره. خداوند تو اینجا هستی. خداوند تو ما رو میبینی، تو ما رو آفریدی. خداوند تو رو شکر میکنیم. صدای خودمون رو به حضور خداوند بلند کنیم، ستایش کنیم، خداوند رو بپرستیم. خداوند تو شایسته هستی. خداوند تو لایقی. خداوند تو لایق بهترین های لبهای ما هستی. خداوند تو قربانی خداوند دوست نداری. خداوند ولی اونچه که تو میپذیری، تو میپسندی. خداوند سرودها و پرستش‌ها و شکرگزاری‌های ماست خداوند که مثل عطر خوشبو به حضور تو میاد. ای خداوند آسمانی، دل ما رو تفتیش کن. ای خداوند دلهای ما رو تفتیش کن. ای خداوند آسمانی و لب‌های ما رو خداوند تو پاک بساز تا در روح و در راستی تو رو بپرستیم. ای خدای محبت خدای راستی هستی. خداوند این مکان رو از حضورت پر بساز. خداوند ما با تمام وجودمون خداوند ستایش‌های خودمون رو به تو تقدیم می‌کنیم. خداوند چون که تنها تو لایق ستایش هستی. دست خودمون رو در حضور خدا بلند کنیم و به این ستایش خداوند تنها لایق توست. کلامش تو رو خدمت میتونی رو با صحبت خودت با کلمات خودت بگو خداوندا من میخوام امروز با کلام تو خداوندا قلبم پر بشه. خداوندا تو امروز صحبت کنی خداوندا با قلب من. ای خداوندا قلب من ای خداوندا تشنه توست. ای خداوندا
دستمون رو در حضور خدا که مالک تمام دنیا و مالک ما هست بلند کنیم و بگیم آمین ای خدا. و وقتی که اینو میگی تو دلت هی بگو آمین. وقتی که این قسمت رو برگردان و میخونی سزاوار تمام دلم و با آمین و آمین اینو تایید کن در حضور خداوند. سزاوار تمام دلم، سزاوار تمام جانم، سزاوار تمام فکرم، سزاوار تمام قدرتم، سزاوار تمام دلم، سزاوار تمام جانم، سزاوار تمام فکرم، سزاوار تمام جلال بر نام تو ای خداوندا، لایق پرستش هستی، لایق ستایش هستی خداوندا. شکرت میکنم ای مسیح جان، شکرگزار تو هستم پدر آسمانی که تو محافظت میکنی، تو میخونی ای خداوندا برای راههای تو، برای کارهای عجیب تو ای خداوندا در زندگی ها. تو رو شکرت میکنم ای پدر جان که اگر نمیدونیم ای خداوند ولی ایمان داریم که وعده‌های تو نیکوست و تو خدای وفادار هستی پدر جان که عمل میکنی. شکرت میکنم ای پدر آسمانی، جلال بر نام تو. چه روز قشنگی بودیم که واقعا این شهادت ها رو شنیدیم و تعمید، یعنی که ما برای انسانیت کهنه و زندگی که در پشت داشتیم میمیریم و برای خدا زیستیم. خداوند رو امروز دوباره اعلام میکنم خداوند من میخوام که برای تو زندگی کنم خداوند، جان من خداوند، دلم و تمام وجودم، فکرم خداوند، زندگیم ای خداوند به مال توست خداوند، متعلق به توست خداوند، پشت به دنیا خداوند و به صلیب تو می‌نگریم ای خداوند و خداوند صلیب خودم رو برمی‌دارم خداوند و امروز هم دوباره میگم خداوند که میخوام خداوند از پی تو بیام ای خداوند، چون که تو لایق هستی ای خداوند، تو لایق. صدای خودمون رو در حضور خدا بلند کن، صدا تو بلند کن به خداوند، تو سزاوار جان منی، مالک جان منی، مالک خداوند تمامی زندگی منی. هللویا. توی این روزای خیلی سختی ما داریم عبور می‌کنیم و خیلی تو کلام خدا رو که می‌خونیم
شاگردای عیسی مسیح مردم اون زمان هم خیلی از سختی‌ها روزای سختی هم عبور می‌کردن و حتی شاگردان قایقی که شاید یک ذره موج بلندتر میشد برمیگشت، مسیح اونجا بود و طوفان و فرمان داد آروم و ساکت شد و همین خداوند خدای زنده امروز در قایق‌های زندگی ما هست و میخوام واقعا وقتی که این سرود رو میخونیم میدونم که اکثریت ما از طوفان ها عبور میکنیم از سختی ها، ولی خداوند جان تو در دستان من هست، من در کنار تو هستم، من هرگز تو رو ترک نمی‌کنم. طوفان آید و جانم ترسان شود، چشمانم را به تو خواهم بود. گر ترس و ناامیدی در من ساکن شود، چشمانم را به تو خواهم بود. گر طوفان آید و جانم ترسان شود، چشمانم را به تو خواهم بود. گر ترس و ناامیدی در من ساکن شود، چشمانم را به تو خواهم بود. جانم در دستان توست، اداکار آدم تویی، زبانود پیروزی من، در ضعف‌هایم قوت تویی، نپایم دست تو را تو نامیدی حمله کنم، برافرازم نام نیرویت را، با شادی تو را سرایم. زبان گناه قلبم نالان شود، چشمانم را به تو خواهم بود. گر گشته ز راه گیج و حیران شود، چشمانم را به تو خواهم بود. جانم در دستان توست، دیدم پناهگاه امنم تویی، این دستان رو در پیروزی من، در ضعف‌هایم قوت تویی، نپایم دست تو را سرایم، چون نامیدی حمله کنم، برافرازم نام نیرویت را، با شادی تو را سرایم. خداوند اگه الان در وضعیت سخت هستیم، خداوند رو به ما نشون بده، خداوند رو ایمان ما رو مستحکم و قوی کن. خداوند تو خدایی هستی که در تنگی ها فورا یافت میشی، تو پدر ما هستی، تو ما رو ترک نمی کنی، خداوند هرگز ای خداوند تو ما رو ترک نمی کنی، خدای قدوس. هللویا. خداوند میخوایم با این سرودی که میخونیم
ادای خودمون رو به خداوند تقدیم کنیم. بذارید که این سجود دوباره قلب ما باشه. میخوایم ترکیز خداوند رو با راه بریم. خدای قدوس گوش‌های ما رو باز کنیم تا صدای تو رو بشنویم. خداوند هر چیزی که مانع میشه که ما صدای خداوند پر محبت تو رو بشنویم، شبانگی بذار که خداوند گوش‌های ما خداوند مثل اون قبرها، مثل اون گوسفندانی که صدای شبان خودشون تشخیص میدن، خداوند گوش‌های ما باز بشه. هر روز با تو راه روم، صدایم را بشنوم، مژده خوش نجاتت را همه جا رسانم. سلطان قلبم تویی عیسی، مهر تو میرم تا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. تو جلالت رو نجویم، ببخش من مسیحم، خواهم سویش اعتماد دوم، با تو راه روم. سلطان قلبم تویی عیسی، مهر تو میرم تا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. هر روز با تو راه روم، صدایت رو بشنوم، مژده خوش نجاتت را همه جا رسانم. آمین. خداوندم هللویا، شکرگزار تو هستیم برای امروز، شکرگزار تو هستیم برای این مذبحی که توی روز یک شنبه در حضور توی پدر آسمانی برگزار شد. شکرگزار تو هستیم که تو اول و آخر زندگیامونی. شکرگزار این هستیم که تنها تو لایق پرستشی، لایق ستایشی. خداوندم شکرگزار این هستیم که تو به ما گفتی تمام ترس هاتون، تمام نگرانی هاتون ای خداوندم به دست من بسپارید. خداوندم شکرگزار تو هستم که تو نان کفاف روزانه ما رو هر روزه به ما عطا می‌کنی. شکرگزار تو هستیم که تو خدای برکت دهنده هستی. تو خدایی هستی که نمیذاری هیچ وقت بنده هات محتاج بشن، هیچ وقت بنده هات بیفتن. ای خداوندم شکرگزار این هستیم که تو خدای زنده هستی. خداوندم این هدایا رو به حضور تو بلند می‌کنی. خداوندم برکت تو از اعلای خداوندم بر تک تک عزیزان باشه. مسح تو، قوت تو ای خداوندم بر این برکت ریخته بشه خداوندم، تا برای پیشبرد ملکوت تو ای خداوندم استفاده بشه. خداوندم از تو میخوام دستهای برکت دهنده رو خداوندم تو بلند بکنی، تو پر بکنی و خداوندم در راه خیر و در راه تو ای خداوندم صرف بشه. خداوندم واعظ کلامو به حضور تو میاریم، اونو مسحش کن، از قوت خودت بر جسم و جانش بریز خداوندم. کلامی که از دهان بیرون میاد خداوندم به گوشت و پوست و استخوان ما بچسبه و خداوندم بتونیم اونو زندگی بکنیم. کلام امروز رو بذاریم مرکز اراده زندگیمون خداوندم و خواست تو در زندگی ما کرده بشه. در نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین. آمین. دوباره خیلی خوش آمد میگیم. خیلی جان میتونید شما تشریف بیارید اینجا و ما از شما بشنویم. بفرمایید. خدا رو شکر این وقتی داریم با
خدا بشنویم، خدا رو بپرستیم، با هم باشیم، واقعا چقدر عالی هست. و از لهجه هم دیگه مشخصه که من از ایران نیستم، ولی شنیدم که شما میگین که شما هست از هر جایی که زنتون هست، پس از این نظر میشه گفت که من مشتی هستم. ولی این هفته داشتم با این دختر کوچکمون میرفتم مدرسه، با ما صحبت میکنیم، خیلی ما به پرنده ها توجه میکنیم، این درخت این چه نوع پرنده هست صحبت میکنیم. این هفته بهش گفتم که این یک شنبه کلیسا ایرانی ها میدیم و من اونجا موعظه میکنم. و گفت به چه زبانی؟ من گفتم به فارسی موعظه میکنم. گفت افتضاحه. من گفتم چطور؟ گفت لهجه داری. من میدونم اینجوری هست. به امید خدا بتونید متوجه بشیم. ولی انصافا من هم شنیدم که بعضی از شما ها انگلیسی صحبت کنید. ما به زبان انگلیسی میگیم توی یک کشتی با هم هستیم. این زبان اینجوری دیگه. ولی واقعا باعث خوشحالی هست برای من که بین شما باشم. داشتم توی ورزش فکر میکردم از 18 سالگی من برای ایران دعا میکنم و اون یعنی الان نزدیک 30 سال هست و واقعا باعث افتخار هست برای من که من اینجا باشم بین شما و بتونم کلام خدا با شما شیر کنم. با امشب راجع به یک دید و رویای بزرگتر صحبت میکنم با فکرم برای شما داریم. با این همون یک دید یا رویا برای زندگیمون نیاز داریم. خیلی چیز مهمی هست تو زندگی انسان ها. اگر فکر کنید راجع به موضوع افسردگی، اگر یک شخصی افسرده هست، یکی از روها که بتونید تشخیص کنید که یکی افسرده هست از اینکه هیچ دید یا رویا نداره، یعنی هیچ انگیزه نداره برای زندگی. و این افسردگی همینه، کسی هیچ انگیزه نداره، دید و رویا برای زندگیش دیگه از دست داده. یعنی این دید و رویا خیلی چیز مهمی هست برای انسان. یا فکر کن یک شخصی خدا نکنه بیماری مثل سرطان بگیره. اگر این شخص کاملا امید از دست بده، خیلی ها این نوع آدم ها هم خوب نمیشن. کسی باید امید داشته باشه. اگر کسی امید داره که ممکنه خوب باشه، که امیدی هست، اون شخص میتونه ادامه داشته باشه چون که یک دید با رویا داره. یا فکر کن بعضی ها هستن آدم ها مسن که شاید یکی بمیره و به زودی همسرش هم میمیره. اینجوری نیست که اون همسر مریض بود یا مشکل خاصی داشت، ولی چون که اون شخص دیگه رو از دست داده، دیگه امیدش از دست داده. برای انقلاب‌های بدی زندگیشون از دست دادن. فکر کن مثل این دنیای کامونیست. من خیلی تاریخ میخونم و مثلا تاریخ روسیه و جالب هست چقدر چیزهای بدی به دنیا آوردن، ولی با چه انگیزه. یعنی اینها خواستن انقلاب بیارن، یعنی 120 سال پیش. من از این سالها صحبت نمی کنم، ولی چه انگیزه داشتن و چه آدم ها هستن که واقعا رنج کشیدن، حتی اینها گولگ رفتن، اینها زندان رفتن، ولی هنوز امیدشون برای دنیای کامونیستی بود. خودشون کامونیست بودن و باز اون یعنی مشکل پیدا کردن با دولت خودشون اینها فرستادن زندان. اونجا 15 سال خدمت میکنن تو زندان، یعنی رنج میکشن و بیرون میان و هنوز انگیزه دارن برای این دنیای کامونیست. واقعا آدم نمیتونه باور کنه چطور اونقدر انگیزه بتونن داشته باشن، ولی زندگیشون معنی داره چون که یک رویا و دید دارن برای زندگیشون. چقدر این برای آدم مهم هست. اگر آدم یک رویا یا دید داشته باشه، میتونه خیلی چیزهای دیگه قربانی کنه، ولی زندگیش پر معنی هست. و همون دنبال این رویا و دید برای زندگیمون هستیم. ولی سوال این هست، دید و رویای تو چیست؟ همون یک رویا و دید داریم، یک انگیزه داریم، یک هدف داریم.
برای بعضیا ممکنه این هست که میخوایم یک خونه خوبی داشته باشیم. آرزو میکنیم که یک روز یک خونه خوب داشته باشیم که شاید یک باغ خوب کنارش باشه که پر گل باشه، شاید چند تا درخت میوه باشه. شاید آرزو میکنیم توی یک کشور دیگه زندگی کنیم که میدونیم وقتی که به اونجا برسیم حتما بهشت هست. شاید میخوایم که یک ماشین نو داشته باشیم، همیشه دست دوم بود، ولی انگیزه یا آرزو داریم که یک روز ماشین نو داشته باشیم. یا شاید ما آرزو میکنیم که از دانشگاه فارغ التحصیل بکنیم، یک زندگی خوبی داشته باشیم، یک همسر خوب و این چیزها. ممکنه انگیزه ما این باشه. یا ممکنه انگیزه من هست که بچه هامون موفق باشن. یعنی ما هم 4 تا داریم، ما همینطور انگیزه داریم برای خودشون، با اینها صحبت میکنیم راجع به این موضوع. دوست داریم که اینها یک زندگی خوبی داشته باشن، یک همسر خوب داشته باشن، راحت زندگی کنن، رنج نکشن. این چیزها همه برای بچه هاشون آرزو میکنن و ما همینطور. یا شاید شما برای احترام دیگران زندگی میکنید، میخوایم که دیگران شما متوجه بشن، توجه بکنن که شما واقعا آدم خوبی هستی، یا واقعا شما میدونید چه کار میکنید، یعنی شما احترام از دیگران میخواین و انگیزه زندگیت این باشه. و این چیزهای بدی نیستن، این چیزهای انسانی هست که خدا نیاز داره. خدا میدونه که ما احترام از دیگران نیاز داریم، میدونه که ما ماشین نیاز داریم و ما خونه جای برای زندگی. این چیزهای بدی نیستن، ولی بعضی اوقات تمام زندگیمون دنبال این نوع چیزها هست و نباید اینجوری باشه. و باید اول سوال کنیم دید و رویای خدا چی هست؟ تا حالا فکر کردید که خدا یک دید و رویا داره؟ اینجوری نیست که ما این دید و رویا داشته باشیم، فقط یک چیزی شخصی نیست، ولی خدا یک دید و رویا داره و خدا تمام جهان رو آفرید و ما رو همینطور آفرید. یعنی خدا یک دید و رویا داره، یعنی که همینطور برای ما یک دید و رویا داره. حالا فکر کردید دید و رویای خدا برای زندگی شما چی هست؟ ولی قبل از اینکه اینو شخصی بکنیم، خوبه که هم نگاه کنیم که ببینیم دید و رویای خدا در کل چی هست. چون وقتی که اینو بتونیم متوجه بشیم، دیگه میتونیم دید و رویای خدا برای زندگی خودمون همینطور پیدا کنیم. با یک دعایی هست که خیلی از مسیحیان هر روز دعا میکنن و این دعای روانی هست و جالب هست که شامل این دعا میتونین همونطور ببینین دید و رویای خدا و این تو متی باب 6 آیه 10 هست و ممکنه خیلی از شما از بار باشین برای این. میگه این مسیح تعلیم میده به شاگردهاش چطور دعا کنن و میگه پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام شود بر زمین نیز به انجام رسد. پس میدونیم این اراده خدا این هست که پادشاهیش بیاید. میدونیم اون روز که پادشاهیش بیاید یعنی که عدالت کامل تو این دنیا هست، خلقت تازه هست، هیچ عشقی نیست، هیچ بیماری نیست، تمام این چیزها از بین میره و میدونیم که این اراده خدا است و دید رویای خدا این هست و ما مسیحیان هر روز اینو دعا میکنیم اراده تو انجام باشد، پادشاهی تو بیاید. یا همینطور اینو میبینیم تو متی 24:14 با اینجوری نوشته با این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قوم‌ها باشد، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. این همینطور دید با رویای خدا این هست که این خبر خوش، این پیغام راجع به عیسی مسیح به تمام امت‌ها و به تمام دنیا بده. نه که فقط یک چیزی الهیاتی باشه، ولی خدا میدونه که برای تمام انسان این بهترین چیزی هم هست. یا همینطور تو متی 28:18-20 ممکنه اینو همینطور از بار باشه با این مأموریت بزرگ ما به این قسمت میگیم. با عیسی مسیح باز هم با شاگردهاش صحبت میکنه اینجا
با این بعد از اینکه مفلوک شد با قیام کرد اینجوری به شاگردهاش گفت آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به جا آورند اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. این هم دید و انگیزه خدا برای این جهان هست. و همینطور تو کتاب مکاشفه میبینیم یک جایی که انتها هست. به کجا میدیم؟ این دید آخر خدا برای این جهان هست. و جان شما اینو میخونید، این از مکاشفه باب 22 از 1 تا 5 هست. و همینطور تو این هست. شاید نوتمان نوشتم. 22 1 تا 5. آنگاه نهر آب حیات را به من نشان داد که همچون بلور شفاف بود و از تخت خدا و بره جاری می‌شد و از وسط میدان شهر می‌گذشت. در دو طرف نهر درخت حیات بود که 12 بار میوه میداد، یعنی هر ماه یک بار، و برگ‌های آن برای شفای قوم‌ها بود و دیگر هیچ لعنتی وجود نخواهد داشت. تخت خدا و تخت بره در آن شهر خواهد بود و خادمانش او را خواهند پرستید. آنها روی او را خواهند دید و نام او بر پیشانی آنها خواهد بود و دیگر شب وجود نخواهد داشت و آنها به نور چراغ یا خورشید نیازمند نخواهند بود، زیرا خداوند خدا به آنها روشنایی خواهد بخشید و آنها تا ابد سلطنت خواهند کرد. آمین. پس ببینیم این دید و رویای خدا همین هست. هدف خدا این هست که این جهان به اون برسونه. و می‌بینیم هنوز دنیا اینجوری نشده و می‌بینیم که این دنیا که توی زندگی می‌کنیم تو این شکل اینجوری هم نمیشه. نیاز هست که خدا عیسی مسیح برگرده. ولی تا اون موقع به ما به کلیسا سپرده که باید این خبر خوش تمام انجیل به مردم برسونیم. نه تا فقط یک چیزی مذهبی باشه، نه فقط یک تعلیمی باشه، نه فقط یک الهیاتی باشه. ولی همونطور که امشب تعمید بود که راجع به خلقت تازه هست، کسی میمیره و باز هم قیام میشه. خدا میخواد که همه این تجربه داشته باشه، نه فقط این تجربه تو آب رفتن، ولی این حیات نو، این تولد تازه یک چیزی هست که خدا میخواد تمام انسان ها تجربه بکنه. نه تا بتونن یک صلیب روی گردنشون بذارن، نه تا بتونن بگن که مسیحی هستن، ولی تا بتونن به این دید و روی خدا برای زندگیشون برسن. یعنی تا این آرامش پیدا کنن، تا شادی داشته باشن، تا بتونن آزاد از گناه زندگی کنن. یعنی هدف خدا برای هر انسان همین هست و دید و رویای خدا برای ما همونه. پس سوال هست دید و رویای چه کسی را به تحقق میبخشید؟ یعنی مال تو یا مال خدا؟ یعنی بعضی اوقات میشه که دید و رویای زندگی ما فرق داره از دید و رویای خدا برای زندگی ما. بعضی اوقات اینها تو رقابت هستن، با هم سازش ندارن. با سوال هست که به طبق کدوم اراده زندگی میکنید؟ به طبق کدوم دید و رویای برای زندگیتون زندگی میکنید؟ و این ممکنه ما فکر کنیم که این موضوع حل شده وقتی که ما توبه کردیم و مسیحی شدیم. ولی به نظر من یک چیزی نیست که برای یک دفعه برای همیشه حل بشه. من میدونم تو زندگی خودمون یک چیزی هست که ما باید این تصمیم هم بگیریم که تا هر روز آیا از خدا اطاعت میکنیم، آیا به طبق رویای با دید خدا برای زندگیمون زندگی میکنیم یا نه، یا ما به طبق روش دنیاوی زندگی میکنیم.
یا ممکنه شما فکر کنید راجع به اراده خدا یا فهمیدن اراده خدا یکی هم مثل طالبینی. فکر کنید که ما میخوایم یک تصمیم بگیریم، فردا چه کار کنیم، نمیدونیم چه تصمیمی خوب هست. آیا باید برم این دانشگاه یا اون دانشگاه، باید اینجا زندگی کنم یا اونجا زندگی کنم، باید با این شخص ازدواج کنم یا ازدواج نکنم. تمام این سوال ها هست و ما میخوایم از خدا بدونیم که مثل یک مهر تایید از یک شخص که بیشتر بدونه که ما چه راهی باید انتخاب کنیم. و درسته، یعنی ما باید بدونیم اراده خدا چی هست. و این باز هم یکم فرق داره از موضوع رویا و دید خدا برای زندگی بود. باید یک دید بزرگتر داشته باشیم و بفهمیم جهت زندگیمون باید به چه جهت باشه. اینجوری نیست که فقط سوال میکنیم آیا امروز روزی هست که بیت کوین بخرم یا من امروز بفروشم. بعضی ها میخوان کمک داشته باشن تو این تصمیم های روزمره زندگیشون. ولی موضوعی که صحبت میکنیم امروز راجع به این تصمیم های کوچک روزمره نیست، ولی این هست به طبق اراده کی زندگی میکنیم، به طبق رویا و دید کی برای زندگیمون زندگی میکنیم. و این جالب هست، این تو لوقا باب 7 آیه 30 هست. میتونیم ببینیم که بعضی ها به طبق اراده خدا برای زندگیشون زندگی نمیکردن. پس میتونه باز هم لوقا 7:30 و همینطور اعمال 13:36 میخونیم. اما فریسیان و فقیهان با امتناع از تعمید گرفتن به دست یحیی اراده خود را برای خود رد کردند. اراده خدا را برای خود رد کردند. و اما داوود پس از آن که به اراده خدا مردمان عصر خویش را خدمت کرده بخفت و به پدران خود پیوسته فساد را دید. از جالبه اینجا دو نوع آدم ها می‌بینیم. بعضی ها هستن که اراده خدا برای زندگیشون انجام ندادن، تحقق پیدا نکرد. ولی داوود می‌بینیم که اراده خدا رو انجام داد. ما می‌خوایم چه نوع آدمی باشیم؟ آدمی باشیم که وقتی که خدا به زندگیمون نگاه میکنه میگه که این شخص به دید و روی من زندگی نکرد، این چیزی که من برنامه داشتم برای این شخص انجامش نداد، به طبق اراده من زندگی نکرد. این چه حیف باشه که این گفته میشه از ما که ما زندگی نکردیم اینجوری که خدا خواست برای زندگیمون. و چیزی که نیت خدا، هدف خدا، مقصد خدا برای زندگی ما یک چیز خوبی هست، یک چیزی بدی هم نیست. یعنی اگر ما اراده خدا برای زندگیمون رد کنیم، یعنی بهترین چیز رو رد کردیم و یک تصمیم خوبی نیست. و باز هم شما ارمیا 29:11 می‌خونید. زیرا فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره‌بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم. این است فرموده خداوند. پس میتونیم ببینیم که هدف خدا برای زندگیمون یک چیز نیکو هست و میتونیم اعتماد کنیم به خدا که اگر ما به دید و رویای خدا رو به طبق اون زندگی کنیم، یک چیزی باشه که بالاخره برکت برای ما خواهد بود. حتی که ممکنه سخت باشه، ممکنه قربانی توش هست، ولی میدونیم که اون بهترین تصمیم هست. و باید اینجوری هم سوال کنیم، دید و رویای او، باید بگیم که دید و رویای او باید دید و رویای ما باشد. بعضی اوقات اینجوری نیست. بعضی اوقات ما یک اراده داریم و خدا یک اراده دیگه داره. با این به هم می جنگه. یک چیزی، یعنی سازش با هم ندارن. و باید بدونیم اراده خدا برای زندگیمون چی هست. با این فهمیدن اراده خدا برای زندگی ما اینجوری نیست که فقط کجا بریم مدرسه، فردا چی کار کنیم، ولی تو چارچوب اراده خدا هست، تو چارچوب این دید و رویای بزرگتر خدا چارچوب پیدا می‌کنیم. فرض کن خیلی اوقات الان مربی زندگی با آدم ها می نشنن، شاید مثل یک مشاور و صحبت می کنند او هدف و مقصد زندگی شما چی هست و این شخص می خواهد فقط بشنوه اون طرف چی میگه.
به این کمک میکنه مثل یک مربی شخصی که پیدا کنید برای چی میخوای زندگی کنید. با اون مربی میدونه برای هر آدم ممکنه این فرق داشته باشه و برای این مربی اصلا هیچ فرقی نداره هدف این شخص چی هست، فقط میخواد که این شخص راضی باشه با هر چیزی که انتخاب کرد. ولی با خدا اینجوری نیست. خدا ما را آفرید و اون میدونه بهترین چیز برای ما چی هست. و اینجوری نیست که ما فقط باید یک رویا خودمون پیدا کنیم. فکر کن مثل یک سرباز، اگر یک سرباز باشه اینجوری نیست که خودش میخواد پیدا کنه که رویای با دید خودش چی هست. این میخواد بدونه که این ژنرال یا هر شخصی که بالاتر ازش هست از اون متوجه میشه هدفش چی هست، حاضره که به اون هدف عمل کنه، ولی میخواد بدونه این هدف اون شخص بالاتر چی هست و به طبق اون زندگی میکنه. و همینطور برای ما باید اینجوری باشه. خدا یک رویا با دید داره و هر رویا با دیدی که ما داریم باید شامل رویا با دید خدا باشه و میدونیم که هدف خدا برای این زندگی، برای این دنیا چی هست. پس باید بدونیم که کار ما تو این دنیا چی هست، خدا از ما چی میخواد. فرض کن بعضی اوقات ما فکر میکنیم که خدا یا مثل مسیحی بودن یک کم مثل نمک روی زندگی بود. ما این فرض کن این زندگی مثل یک غذای خوبی هست و ما میگیم چطور میتونم که این غذا یک کم بهتر باشه، شاید یک کم نمک اضافه بکنم بهتر باشه. یعنی این غذا مال ماست و ما میخوایم یک کم مزه‌دارش بکنیم. بعضی اوقات ما اینجوری از خدا فکر میکنیم، یعنی ما دنبال زندگیمون هستیم، ما میدونیم چه کار میکنیم و فکر میکنیم که اگر یک کم خدا اضافه کنیم ممکنه زندگیمون یک کمی شیرین‌تر باشه، یک طبقه بالاتر میده. ولی هنوز زندگی ما هست و این خدا فقط یک چیزی هست که اضافه میشه که یک کمی بهتر باشه. ولی این کافی نیست، چون ما میدونیم که خدا یک رویا و دید برای این دنیا داره. پس اگر ما از خدا بخوایم بدونیم رویا و دید تو برای زندگی من چی هست، میبینیم که شامل این رویا دید خدا برای دنیا هست. فرض کن مثل همونطور یک سرباز که بره با یک جنرال صحبت کنه، رویای دید تو برای زندگی من چی هست، این جنرال میدونه آها هدف ما فعلا هست، من نیاز دارم که شما این کار رو انجام بدید. برای خدا برای ما همین هست. خدا یک هدف داره. وقتی ما میخوایم بدونیم از خدا هدف تو برای زندگی من چی هست، این به طبق هدف کلی خدا هست. یعنی که این بشارت انجیل به تمام جهان بره که ما این خبر خوش به همه برسونیم. و الان نگاه میکنیم به دعوت مسیح و این متی 16 24 تا 27 هست. و باز هم شما میکنیم. سپس رو به شاگردان کرد و فرمود اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید خود را انکار کرده صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من جان خود را از دست بدهد آن را باز خواهد یافت. انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببرد اما جان خود را ببازد؟ انسان برای بازیافتن جان خود چه میتواند بدهد؟ زیرا پسر انسان در جلال پدر خود و همراه فرشتگانش خواهد آمد و به هر کس برای اعمالش پاداش خواهد داد. جالبه که اینجا میبینیم که اگر بخوایم از عیسی مسیح پیروی کنیم بهاش تمام وجودمون هست. باید هر چیزی بدیم که بتونیم از عیسی مسیح پیروی کنیم. اینجوری نیست که فقط یک مقدار زندگیمون باشه، فقط یک قسمت از زندگیمون. تمام زندگیمون باید به عیسی مسیح بدیم. باید صلیب خودمون برداریم. ما میدونیم که این صلیب یک ابزار برای اعدام بود، یعنی یک چیز راحتی نبود، یک چیز روی گردن نبود. و جالب هست همون میخوایم که این جانمون نجات پیدا کنه و این یک چیزی هست که در دسترس هر انسان هست، چون که تنها چیزی که باید بدین این زندگی خودشون هست. اگر فرض کن این بهاش $1,000,000 بود،
هر آدم $1,000,000 نداره. یعنی این چیزی نیست که هر آدم بتونه بخره، بتونه داشته باشه، چون این خارج از دست هر کدوم ما میشد. ولی نگاه میکنیم اینجا هممون یک جان داریم، هممون یک زندگی داریم که خدا به ما داده و اگر ما اینو بهش پس بدیم ما میتونیم اینو به دست بیاریم. یعنی این یک چیزی هست که قیمتش خیلی بالا است ولی همینطور جالبه قیمتش یک جوری هست که هر انسان دنیا بتونه از این هم دسترس داشته باشه. پس سوال هست که شما به دید و رویای خدا زندگی میکنید یا دید و رویای زندگی شما مال خودتون هست با خدا توش نیست هستن؟ با یک سوال بزرگی هست. با رسول پولس همینطور صحبت کرد راجع به زندگیمون با چطور اینو بنا میکنیم. باید یک جوری زندگیمون بنا کنیم که یک چیزی باشه که ماندگار باشه، یک چیزی باشه که روز آخر بتونه هنوز بایسته. و این اول قرنتیان باب 3 آیه 10 تا 15 هست. با فیضی که خدا به من بخشیده است همچون معماری ماهر پی افکندم و دیگری بر آن پی ساختمان می‌سازد. اما هر کس باید آگاه باشد که چگونه می‌سازد، زیرا هیچ کس نمی‌تواند جز آن پی که نهاده شده است پی دیگر بگذارد و آن پی همانا خود عیسی مسیح است. اگر کسی بر این پی ساختمانی از طلا یا نقره یا سنگ‌های گرانبها یا چوب یا علف یا کاه بسازد کار هر کس آشکار خواهد شد، چرا که آن روز همه چیز را ظاهر خواهد ساخت، زیرا آتش نتیجه کار را آشکار کرده کیفیت کار هر کس را خواهد آزمود. اگر کاری که کسی بر آن پی بنا کرده است باقی بماند پاداش خواهد یافت، اما اگر کاری کسی بسوزد زیان خواهد بود و هرچند خود نجات خواهد یافت اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله‌های آتش جان به در برده باشد. از اینجا می‌بینیم که این صحبت نمی‌کنه راجع به اینها که غیر ایمانداران با ایمانداران اینجوری مقایسه نمی‌کنه. این راجع به مسیحیان هست و چطور زندگی می‌کنن. و همینطور خیلی از ما تصمیم گرفتیم که از عیسی مسیح پیروی کنیم. ولی همینطور سوال هست چطور ما بنا می‌کنیم؟ چطور زندگیمون چه نوع ساختمانی هست؟ یکی از اون ساختمون هست که ما دیدیم 3 سال پیش که بعضی ها خیلی ظاهرا خوبی داشتن ولی وقتی که اون روز امتحان اومده فرو ریختن، حتی که شکلش خیلی خوب بود بیرون وقتی که زلزله اومده نتونستن سر پا بمونن. و زندگی خودمون، زندگی مسیحی خودمون که بنا میکنیم چه نوع زندگی هست؟ یک زندگی هست که بتونه تو این زلزله بیسته یا یک زندگی هست که با چوب و کاه فقط ساخته شده؟ یعنی ما برای خودمون زندگی میکنیم، برای خدا زندگی میکنیم یا فقط برای اراده خودمون زندگی میکنیم؟ و همینطور تو متی 6 19 تا 21 اینو نمیخونیم ولی جالب هست تو این قسمت صحبت میکنه از اینکه این گنجمون باید تو آسمان باشه نه تو این دنیا باشه. خیلی ها برای این دنیا زندگی میکنن ولی گنجمون باید تو آسمان باشه. و با هر کسی که خانواده داره با سعی میکنه که زندگی خوب برای خانوادهش بذاره باید تصمیم بگیره وقتی که یک پول اضافه داره این پول کجا بذاره. آیا همش استفاده کنه که برای خریدن تو کوفته یا باید اینو تو یک بانک بذاره که این یک کم سود بیاره و تو یک بیزنس درست کنه و یک کاری باید بکنه که پیدا کنه که این پول زیادتر باشه. میتونه امروز همش خرج کنه یا یک کم برای فردا کنار بذاره که امیدش هست که 2 سال بعد زندگیش راحت‌تر باشه چون که امروز یک تصمیم خوبی گرفت. ما چه کار میکنیم برای 100 سال از الان؟ 100 سال از الان هیچ کدوم از ما نیستیم اینجا، یعنی ما هممون فوت شدیم 100 سال آینده. ولی ما چه کار میکنیم امروز با زندگیمون که 100 سال بعد
بتونه سود داشته باشیم. هممون میتونیم مثل امروز چیزی کنار بذاریم که بتونیم هفته دیگه چیزی داشته باشیم. ولی ما چی کنار میذاریم که 100 سال دیگه چیزی باز هم داشته باشیم. باید برای آینده زندگی کنیم. با مسیح دو تا مثال خیلی کوچکی تعریف کرد. یکی هست راجع به یک مرد که یک گنج تو یک زمین پیدا کرد. و میتونیم اینو بخونیم. این متی 13 44 تا 46 هست. پادشاهی آسمان همچون گنجی است پنهان در دل زمین که شخصی آن را می‌یابد. سپس دوباره پنهانش می‌کند و از شادمانی می‌رود و آنچه دارد می‌فروشد و آن زمین را می‌خرد. همچنین پادشاهی آسمان مانند تاجری است که جویای مرواریدهای نفیس. پس چون مرواریدهای بسیار با ارزشی می‌یابد، می‌رود و آنچه دارد می‌فروشد و آن مروارید را می‌خرد. بکن این آدم هر چیزی که داشت فروخت تا بتونه این زمین رو بخره. میتونید تصور کنید که وقتی که خونه برگشت و این موقع دیگه خونه نداره هر چیزی فروخت که بتونه این زمین رو بخره. فرض کنید این برمیگرده به خانمش و میگه که باید همه چیز جمع کنیم، دیگه بیرون از خونه اومدیم، من خونه فروختم، دیگه هیچی نداریم، فقط این زمین رو داریم. و حتما این خانم میگه ای بابا چه کار کردی؟ یعنی همه چیز فروختی فقط برای این زمین. این تصمیم خوبی نبود. ما چطور زندگی کنیم؟ همه چیز از دست دادیم. شما نمیدونستی که این خونه چقدر برای ما ارزش داشت. همه چیز فروخت تا بتونه این زمین رو بخره. و حتما این بعدا میگه که ولی چیزی که شما نمیدونید که یک گنجی هست تو این زمین و اگر شما خبر داشتید توش چی بود، شما میدونستی که حتما این تصمیم خیلی خوبی بود. خیلی ها به ما نگاه میکنن اینجوری که زندگی میکنیم، شاید بهترین زندگی نداریم به خاطر اینجوری که از عیسی مسیح پیروی میکنیم. ممکنه پول از دست بدیم، ممکنه زندگی راحتی از دست بدیم، ممکنه مشکلات با دولت‌های خودمون داریم به خاطر این تصمیم که گرفتیم. ما کسی میگه چرا این کار میکنید؟ شما مگر نمیدونستی که میتونستید زندگی خوبی داشته باشید، همه چیز راحت میبود. ولی چیزی که نمیدونن اینه که وسط این زمین یک گنجی هست که ارزشش از هر چیزی دیگه بیشتر هست. و زندگی مسیحی همینطور. یا مثل این موارد، این آدم حاضر بود هر چیزی بهتره چون میدونستی که این بهترین بود. و در واقع این چالش برای هممون همین هست. اگر بخوایم که این زندگی یا جانمون نجات داشته باشه، باید اینو باز هم از دست بدیم و باید صلیب خودمون برداریم تا بتونیم این زمین رو بخریم که وسط این زمین این گنج واقعی هست. و این یک چیزی هست که خدا یک چیزی هست که پول نیست. اینجوری قیمتش اینجوری نیست که کسی بگه متاسفانه پولی که نیاز هست من ندارم. یک چیزی هست که هممون میتونیم داشته باشیم، توی هممون یک زندگی داریم که بتونیم به عیسی مسیح بدیم. و میدونم که خدا میخواد که هممون زندگی کنیم به طبق اراده خدا. نه فقط که گناه نکنیم، نه فقط که آدم های بدی نباشیم، ولی خدا یک جهت، یک دید و رویا برای این زندگی داره و همون میخواد که ما به طبق اون زندگی کنیم که دید و رویا خدا برای این زندگی، برای این دنیا به تحقق برسه. و سوال هستم شاید این هست، برای دید و رویای کی زندگی میکنیم؟ مال خودتون یا مال خدا؟ و می‌بینیم که تو این دنیا خیلی قربانی‌های زیادی هست، مخصوصا برای اونها که از عیسی مسیح پیروی می‌کنند. ولی همینطور یک قول هست برای اونها که خوانده شدن، برای اونها که گفتن بله به عیسی مسیح، که هر چیزی برای نیکی انجام میشه. و این رومیان 8:28 هست. به یاد بیاور می‌دانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شدند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. آمین. می‌دونیم که زندگیمون شاید راحت نباشه و می‌دونیم که باید چیزی قربانی کنیم، چیزی از دست بدیم،
ولی میدونیم که بالاخره که خدا اینها رو جبران میکنه، با همه چیز برای نیکی ما هم کار میکنه. یعنی دید و روی خدا برای این جهان با دید و روی خدا برای زندگیمون یک چیزی خوب و نیکو هست. ولی چیزی که ما باید انجام بدیم اینه که ما صلیب خودمون برداریم و حاضر باشیم که جان خودمون برای خدا بدیم. خیلی ممنون. خدا رو شکر برای این پیغامی که امروز شنیدیم، چقدر باعث برکت بود واقعا و دوباره به یاد ما آورد که واقعا ما داریم برای چی زندگی میکنیم. ما میخوان اراده خودمون رو تو زندگیمون به جا بیاریم یا اراده پدر آسمانی رو. الان فرصت خوبی هستش در این مذبح، در این وقت پرستش و دعای ما این باشه: خدایا ما کجای این زندگی قرار گرفتیم؟ آیا در سختی ها، در دشواری ها باز هم اراده تو رو می‌طلبیم؟ آیا امروز ما گنجی که میخوایم داشته باشیم در این زمین خاکی، در این زمین که پر از شاید لعنت ها هست، نفرین ها هست، ما اینجا میخوایم این گنج رو داشته باشیم یا در آسمان؟ میتونیم لحظاتی با هم دیگه در این دعا باشیم، زبانهای خودمون رو باز کنیم، شکرگزاری کنیم، به یاد بیاریم کارهایی که خدا توی این مسیر برای ما انجام داده، در این نجاتی که ما دریافت کردیم چه چیزی رو از خدا میخوایم. شاید جاهایی که بوده خیلی سختی بوده، خیلی فشار بوده، با فکر انسانی خودمون پیش رفتیم، اما اراده خدا برای ما یک چیز دیگه بوده. اجازه بدیم اراده خداوند در زندگی ما عمل کنه. اجازه بدیم دست خداوند در زندگی ما باشه و کار کنه. پس لحظاتی رو با هم دیگه به دعا و پرستش می‌پردازیم. اگر هدایت میشیم در این مسیر شکرگزاری کنیم، به یاد بیاریم، زبانهای خودمون رو باز کنیم و بگیم خداوندا تو چقدر نیکویی، خداوندا چقدر فکرهای تو برای زندگی‌های ما عالی هستی خداوند، و ممنون تو هستیم که تو برای ما فکر می‌کنی، تو ای خداوند راه رو برای ما مهیا می‌سازی. شکرت می‌کنیم ای خداوند. خداوند شاکر و سپاسگزار تو هستیم پدر جان. شکرگزار تو هستیم که خداوندم امروز ما تو رو داریم پدر جان. شکرگزار تو هستیم خداوندم برای اینکه امروز مکان امنی برای ما مهیا کردی تا نام عظیم و عزیز تو رو جلال بدیم خداوندم. شکرگزار تو هستیم پدر جان برای این جمع، برای این کلیسا خداوندم. شکرگزار تو هستیم که پدر جان اگر سختی هست ولی ما ایمان داریم که تو پدر جان حامی و پشتیبان ما هستی. هر لحظه کنار ما راه میری و از ما که فرزندان تو هستیم مراقبت میکنیم. به یاد میاریم خداوندم روزهای سختی که در این استانبول خداوندم تنها و بیکس بودیم، تو حامی و پشتیبان ما بودی خداوندم. تو راه ها رو برای ما باز کردی خداوندم. تو نیکو هستی، فقط تو قابل پرستش هستی خداوندم. مشکلات هست توی زندگی هممون هست خداوندم. از تو میخوام پدر جان یک بار دیگه دستای گرمت رو شونهای سرد و لرزان ما بذار خداوندم. یک بار دیگه ما رو بلندمون کن خداوندم. اگر مشکلات هست هرچند بزرگ، ولی تو خداوندم بزرگتر از مشکلات ما هستی خداوندم. زیرا که تو ولی ما هستی، ولی ما زنده است خداوندم. اگر سفره ما امروز کوچکتر شده ولی حضور تو پررنگتر شده خداوندم تو زندگیمون، زیرا که هر لحظه تو رو صدا میزنیم خداوندم. اگر مشکلی هست پدر جان صبرش رو بهمون بده خداوندم. اجازه نده که مشکلات
باعث بشه ایمان ما ضعیف بشه خداوندم، امیدمون کم رنگ بشه خداوندم، چون تو امید ما هستی، پشتیبان ما هستی، حافظ ما هستی، چون تو یهوه یعیرا هستی خداوندم. تو خدای مهیا کننده هستی، تو خدایی هستی که هر لحظه تو زندگی ما حضور داری خداوندم. این تاریکی رو از جلوی چشمان ما پاک کن تا ببینیم که هر چی که داریم از تو داریم خداوندم، تا ببینیم که زندگی ما پر از معجزات توی خداوندم. همین که امروز سالم هستیم، همین که امروز اینجا هستیم، شاید میتونستیم جای دیگه ای باشیم. وقتی که اینجا هستیم یعنی معجزه تو اتفاق افتاده تو زندگی ما، چون اومدیم تو رو صدا بزنیم، چون اومدیم یک بار دیگه بگیم که تو پدر ما هستی، تو خدای ما هستی، تو رب الارباب هستی خداوندم. شکرگزار تو هستم برای این جمع، برای این جمعی که اینجا حضور پیدا کردم خداوندم. پاهای ما رو توان بده، قدرت بده و اجازه نده که فراموش کنیم که تو حامی و پشتیبان ما هستی. هر روز تو رو صدا بزنیم، شکرگزار باشیم به خاطر سلامتیمون، شکرگزار باشیم برای اینکه عزیزانی در این کلیسا داریم که برای ما دعا میکنن، در نام عیسی خداوند برای ما دعا میکنن خداوندم. وقتی که برای ما دعا میکنن یعنی تو حامی ما هستی، یعنی تو به فکر ما هستی خداوندم. کلیسامون رو برکت بده خداوندم. آمین که این کلیسا همیشه چراغش روشن باشه، این عزیزان همیشه اینجا حضور داشته باشن خداوندم. اگر مشکلات راه هست، مسافت هست خداوندم، ولی اینجا وفاداری من ایجاب میکنی که خداوندم بدونن که پدر من زنده است. وقتی که من وفادار باشم خداوندم به عهد و پیمانم، تو هم خداوندم قدم ها برمیداری برای زندگی من، همونطور که تا به امروز برداشتی خداوندم. زندگی تک تک ما جلال نام عظیم توی خداوندم. برکت تو باشه بر زندگی همه عزیزان که در اینجا حضور دارن، همه عزیزانی که اینجا نیستن خداوندم. برکت تو باشه بر ظرفای روغن و آردشون خداوندم. و دهان ما هر روز برای شکرگزاری و سپاسگویی از تو پدر زنده باز بشه و نام عظیم تو رو جلال بده. در نام یگانه فرزند عیسی مسیح طلبیدم با شکر و سپاس. آمین. آمین. همه ما با هم بایستیم. خداوند امروز با ما صحبت می‌کنه. من میخوام یک سرود بخونم و می‌دونم که حضور خداوند، روح قدوس خدا اینجا قلب‌های ما رو لمس کرده و همینطور که این سرود یک دعوت از طرف عیسی خداوند برای تو هست و همینطور که این سرود رو میشنوی، اگه میخوای قلب تو امروز به عیسی خداوند تقدیم کنی، وقتی که این سرود رو میخونم بذار که واقعا این برای تو باشه که مسیح پشت در قلب تو داره میکنه و میگه که بیا از من پیروی کن، جان تو وجود تو تسلیم من کن. هللویا خداوند. پس همینطور که این سرود رو میخونم، اگه دوست داری میتونی بیای جلو و دستتو در حضور خداوند بلند کنی و بگی من میخوام خودم رو به تو تسلیم کنم. ای خدا دوست دارم، او مرا خوانده است. عیسی را دوست دارم، نجاتم داده است. عیسی را دوست دارم، او نجاتم دادی. عیسی را دوست دارم، عیسی را دوست دارم.
وارد قلب تو به زور وارد زندگی تو نمیشه، ولی اگه در قلب تو باز کنی، خداوند که من میام و حضور من تمام زندگی تو رو در بر می‌گیرم و که من هرگز تو رو ترک نمی‌کنم. پس اگه میخوای که در قلب تو باز کنی، در قلب تو به مسیح باز کنی. بگیم خداوند من هنوزم میخوام از تو پیروی کنم، هنوزم میخوام. و اگه بعضی از ما اینجا هستیم و میخوایم امروز از خداوند پیروی کنیم، امروز خداوند قلب تو رو لمس کرده، تو هم جلو میتونیم چشمای خودمون رو ببندیم. نمیدونم اگه این تو از بر هستیم، ولی واقعا خداوند من میخوام، خداوند میخوام از تو پیروی کنم. حتی خداوند الان شاید زمان‌هایی باشه که سخته خداوند، ولی میخوام که خداوند تو رو پیروی کنم. با مهرت توی آمدی، مرا نجات بخشیدی و در کنار تو من
خداوندا چقدر خوبه. خداوندا عهدهای خودمون رو با تو تازه کردن. خداوندا جایی که میتونیم خداوندا با تو عهد ببندیم. خداوندا که میخوایم از تو پیروی کنیم. خداوندا ما شامل دید و رویای تو باشیم. ای خداوندا خدای قدرت، هللویا. خداوندا جایی که خداوندا میشه با تو عهد زندگی و خداوندا عهد خداوندا تازه که میخوام از تو پیروی کنم. ای خداوندا آسمانی میخوام خداوندا دوباره و دوباره خداوندا از تو خداوندا اطاعت کنم. ای خداوندا شاهد هستم، شاهد هستم، سرور و مجریات در دست تو سرود خوانم تا وقتی زنده‌ام. شاهد هستم، شاهد هستم، سرور و مجریات در دست تو. بزنید سود بیاد با هم دیگه بخونیم. دستمون رو روی قلب خودمون، یه دست روی قلب، یک دست به حضور خداوند بلند شده و بگیم خداوند رو میخوام در تمام جاها، در هر زمان، در هر فصل خداوند رو شاهد برای تو باشم. خدای قدوس چقدر خوبه که این خدایی رو داریم که برای ما روی صلیب رفت، ما رو بخشید. هللویا. ای خداوند آسمانی شاهد هستم، شاهد تو، سرور و مجریات در دست تو سرود خوانم تا وقتی زنده‌ام. ای یاد دارم چه ها کردی برای نجات من. از ترس و شک، از درد تو امروز من آزادم. تو را نیازم با هرچه دارم. ای خداوند در جای من باجا و سلطان من باش. تو را می‌ستایم با قلب و وجودم. من راه امید من در عشق تو مانم. با کلمات خودت، صدای خودت رو در حضور خداوند بلند کن. بگو من میخوام شاهد تو باشم. ای خداوند آسمانی خداوند از تو خواهش میکنم هر ترس، هر شک، خداوند هر آنچه که در دل ما خداوند صداشو بلند کرده، خداوند تو با حضورت خداوند بیا و آرام کن. همونطور که خودتو به شاگردانت خداوند آشکار کردی، جایی که در ترس ها خداوند درها رو به خودشون بسته بودن، خداوند
گفتید سلام و سلامتی من بر شما با خداوندا. تو ترسا و شک‌ها رو برداشتی. روح قدوس توی خداوندا بریز ای خدای قدوس. روح تو بریز ای قدوس. ای روح قدوس ما رو تازه چقدر موعظه امروز با آیه خیلی زیبایی تموم شد. میگه میدانم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شدند همه چیزها، نمیگه یک چیز، میگه همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. من خدا رو شکر می‌کنیم اگر هر چیزی که اتفاق میفته از کنترل خداوند خارج نیست، از اراده خداوند خارج نیست و تمامی امور در دستان او هست. کافیه که ما اعتماد کنیم و بسپاریم به خداوند و بدونیم اون وفاداره و عمل میکنه. آمین. آمین. میتونیم سرود آخرمون رو با هم دیگه بسراییم. سرود
میگه این اتفاقا میفته، شاید خیلی تو زندگی هم همه این فجایع باشه، اتفاقات ناگوار باشه، ولی در آخرش چقدر امید زیبایی هستش برامون. میگه لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد، در خدای خویش وجه خواهم بود. آمین. پس این سود رو با قوت با هم دیگه بسراییم و ایمان داشته باشیم به این کلام زنده خداوند. خداوند تو رو شکر می‌کنیم برای این فرصت که داشتیم خداوند که اینجا با هم باشیم خداوند که از تو بشنویم خداوند تو رو هم بپرستیم خداوند. خداوند دعا می‌کنم که برکت تو خداوند با فیض تو روی همه باشه خداوند، با هممون حفظ کنی خداوند، با نگه داشت باشی خداوند، با بذار که این همینطور یک هفته پر ثمر باشه خداوند. برکت تو اعلام می‌کنم روی همه که هستن. همین تو دعا می‌کنم. آمین. عزیزان خیلی همگی شما خوش اومدید. میتونیم مشارکت خودمون رو بریم ادامه بدیم اون طرف، شام با هم دیگه هستیم. ولی قبل از اینکه جلسه‌مون رو تموم کنیم، من عزیزانی که
از طریق لایو با ما در ارتباط هستن، یه تعدادشون خیلی درخواست دعا داشتن، اسمای خودشون رو برای ما گذاشتن و میخوایم امروز برای این عزیزان دعا کنیم. میخوام قبل از اینکه دعا کنیم با هم دیگه با اتحاد یک مزموری رو تقدیم به این عزیزان بکنم. مزمور 20 رو براشون میخونم و تقدیم تمام این عزیزانی که اسمشون رو برای ما فرستادن: لیزای عزیز، مرجان عزیز، عارف، آریان، امیر، محمد، خدیجه، بهاره، غلامرضا، حمید رضا، آرتور و بقیه عزیزانی که نیاز به دعا دارن و میخوان براشون دعا کرده بشه. من مزمور 20 رو به شما تقدیم میکنم. میگه خداوند تو را در روز تنگی مستجاب فرماید. نام خدای یعقوب تو را محافظت کند. از قدس برای تو کمک بفرستد و از صهیون تو را حمایت نماید. هدایای تو را جملگی به یاد آورد و قربانی های تمام سوز تو را قبول فرماید. آرزوی دلت را به تو عطا کند و همه نقشه هایت را جامعه عمل بپوشاند. به سبب نجات تو بانگ شادی برآوری و علمهای خود را در نام خداوندمان برافرازیم. خداوند همه مسئلت‌های تو را به انجام رساند. اکنون دانستم که خداوند مسیح خود را نجات می‌بخشد. او از آسمان مقدسش وی را اجابت می‌فرماید. به نیروی نجات بخش دست راست خویش. اینان عرابه ها را و آنان اسب‌ها را، اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم کرد. آنها خم شده خواهند افتاد، اما ما برخاسته خواهیم ایستاد. ای خداوند خدای پدر، تو رو شکرت میکنم برای کلامت ای خداوند، و تو رو شکرت میکنم ای خداوند که تو امروز ما رو اینجا وسیله کردی ای خداوند. ما با هم با اتحاد برای این عزیزان دعا کنیم و ای خداوند اسمایی که به حضور تو بلند کردی پدر آسمانی، مسئلت‌های دل ایشان رو تو میدانی ای خداوند. به نام قدوس تو ای خداوند، اگر هر چیزی که در دلشون هست ای خداوند که تو از اون آگاه هستی، اگر مشکلات مالی هست ای خداوند، اگر غم هست، اگر ناامیدی هست ای خداوند، اگر ای خداوند بیماری هست پدر آسمانی، به نام قدوس تو دست تو بر ای خداوند این عزیزان باشه و رحمت تو ای خداوند اونها رو فرا بگیر. شکرت میکنم که تو خداوند زنده هستی و دعای ما رو میشنوی خداوند و احترام میکنی پدر آسمانی. شکرگزار تو هستم و دعاهامو به حضور تو ای خداوند به نام قدوس تو میطلبم. آمین. عزیزان خیلی خیلی خوش اومدین. خدا به تک به تک شما برکت بده. میتونیم ممنونی بریم اون سمت و وقت مشارکت رو کنم باشیم.